او کیست که منبع از صفات و درجات؟ او کیست که امید ما بود در لحظات؟ او کیست که خدای لایزال عاشق اوست؟ او کیست که پناه ما بود در خطرات؟ او نیست بجز نبی خاتم احمد، بر او و جمیع اهل بیتش صلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از مدیران مسجد ابراهیم خلیل الله علیه السلام که بنده رو امشب دعوت کردید. انشالله که بتوانم یک چند جمله رو بگم، چند اشعاری رو هم که سرودم براتون انشالله بخوانم. من میخوام ببینم چقدر وقت دارم که من انشالله برنامه‌مو با اون مقداری که دارم که وسط شعر خدای نکرده وقت نماز نباشه امونه 20 تا 10 درسته یا 5 دقیقه بده باشه چشم. خدمت شما عرض کنم که برای اینکه شب‌های عزیز ماه رمضان است، ماه خداست، ماه مهمانی خداست، ما باید اول قرآن خود را بشناسیم و مختصراً می‌دانیم که قرآن دارای 114 سوره 30 جزء می باشد و به وسیله جبرئیل امین به قلب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده و امروز هم در دست ماست. همه می‌دانید که قرآن کریم قرآن دست نخورده است، همان جوری که در زمان حضرت رسول الله بوده به دست ما رسیده، درست برعکس کتاب‌های مقدس که اگر ببینید در سال‌های مختلف به این کتاب‌ها اضافه و کم شده است. به طور مثال در 325 میلادی، در 361، 380، 421 و 480 یک موقع حضرت عیسی علیه السلام را نعوذ بالله هم ردیف خدا می‌داند، بعد هم مادر حضرت عیسی علیه السلام حضرت مریم علیه السلام را مادر خدا می‌خوانند نعوذ بالله. ولی ما می‌بینیم که قرآن کریم بعد از 14 قرن هنوز همونطوری که در زمان حضرت رسول الله بوده در دست ما باقی مانده است و این واقعا نشان می‌دهد که همون جور که خداوند متعال در سوره مبارکه هجر آیه 9 فرموده است، خودش این را محافظت می‌کند و کسی نمی‌تواند در آن دستبردی ببرد. اگر مسلمانان در تمام جهان، در کشورهای عربی، مدلیست، امریکا، چاینا، هر جا که باشند، قرآنی که در دست آنها هست همه با هم یکیست، هیچ کدام آیه‌ای ندارد که با آیه دیگر فرقی کند و این واقعا معجزه خداوند متعال است. و می توانیم بگوییم که خود خداوند وقتی این را محافظت می کند در ضمن می گوید که کسی نمی تواند مانند سوره‌ای از آن بیاورد و این را خود خداوند دوباره چیکار می کند؟ ضمانت می کند. می گوید پس گوی به کوران و کران و خصمان، پس گوی به کوران و کران و خصمان، با یاری شاهدان و ماهر دستان، یک سوره مثال سورش نازل کن، آن دم تو بشو مدعی و دعوا کن، هرگز نتوانی که مثالش نازل، جز حرف خدا هر سخنی شد باطل، پرهیز از آن آتش دوزخ هر دم، کوهی زمش از سنگ و همین از آدم. خداوند متعال در قرآن کریم این را برای ما بیان می‌کند. در قرآن ما واقعا دریافت می‌کنیم که دلیل حیات چیست، برای چه به دنیا آمدیم، از اینجا به کجا می‌رویم، هدف چیست. می‌دانیم که قرآن تصدیق کننده کتاب‌های پیشینیان است. هر کسی که بخواهد قرآن را بیاموزد، یاد بگیرد، بسیار ساده است. تنها باید قلب صادق و بی‌ریا داشت. به هر زمانی که شما صحبت کنید، دری، فارسی، انگلیسی، اگر شما مؤمنی باشید، صادق و بی‌ریا، می توانید قرآن را بخوانید، بفهمید، گرچه زبان شما عربی نباشد، ولی حتی اگر عرب زبانی باشد که با نیت خلوص نداشته باشد، صادق نداشته باشد، نمیتواند قرآن را بخواند. پس این دلیل این نیست که چرا فارسی زبانان قرآن را نمیفهمند. البته باید آن را به عربی خواند، باید این زحمت را کشید. اگر شما به خصوص در اینجا زندگی میکنید، فرزندان شما به
مدرسه ها میروند، دانشگاه ها میروند، نمیتوانید به آنها بگویید بنده دلم میخواد پسرم زبان دری در اینجا فارغ التحصیل شود. چون زبان اینجا انگلیسی است باید احترام کنید. چون زبان قرآن عربی است باید آن احترام کرد. باید عربی را یاد گرفت و آموخت. و خدمت شما عرض کنم 11 بار در قرآن کریم خداوند متعال میگوید که زبان قرآن به زبان عربی است که تعقل کنی، تفکر کنی. علتی دارد، چون خدمت شما عرض کنم که چون یک عده سخن چرا لسانش عربی است، یک عده سخن چرا لسانش عربی است، بر روی زمین زرد و سیاه و عجمی است، چون زبان اعراب فصیح است و بلیغ، کامل کند و اثر کند قلب رقیق. در ضمن عربی زبان آن مردم بود، هم بر عرب و عیسوی و هم که یهود. پس اگر همونجور که در قرآن خداوند میگوید اگر ما این را به زبان عجم میدادیم، یک عده میگفتن که چرا ما که عرب هستیم پس چرا عجمی است. پس مردم همیشه در این هستند که ناسپاسی کنند، از حرف خدا خود را خارج کنند. به قول معروف این روزها میبینیم که هستند اسلامی های مدرن که حدیث را نمیپذیرند، خدمت شما عرض کنم فتواها میدهند. ولی همونجور که من گفتم اگر با قرآن مان، اگر با حضرت رسول الله مان، هیچ وقت ما از هیچ چیزی دور نخواهیم شد. همونجور که ما میدانیم، من دلم میخواد چون وقت کم است صحبتم رو کمتر کنم، یک شعری دارم راجع به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابتدای زندگی تا انتهای زندگی. چون وقت کم است اجازه بدهید که این بار را فقط ما به شعر برویم و انشاءالله که این اشعاری که من سرودم همه از روی احادیث صحیح از قرآن، از آیات و تمام بزرگان متفکران جهان که زحمت کشیدن، از اصحاب پیامبر، اهل بیت پیامبر، آنهایی که با پیامبر بودن و شنیدن و بعدها عده‌ای به شهادت رسیدن، فقط به خاطر اینکه من و شما امروز بتوانیم اینجا بشینیم در کشوری غریبه اسلام را تبلیغ کنیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم. چنین نیست که در مدارس ما از ترس بگوییم مسلمان نیستیم. نظر من این است که باید بگویید مسلمان هستیم. بگذارید اینها بفهمند که ما با اینها فرق داریم، با اخلاق خوش. همین روزه گرفتن موهبتی است که تنها الان کنونی مسلمانان دارند. خود حضرت عیسی علیه السلام در کتاب مقدس 40 روز روزه می‌گرفتند. ولی آیا در امریکا طرفداران مسیحیت یا بگویم پولوسیت روزه می‌گیرند؟ خیر. نمی‌خورند؟ خیر. آیا شراب نمی‌خورند؟ خیر. پس دینی که حق است دین اسلام است. همونجور که خداوند در قرآن کریم میگوید غیر از اسلام از کسی پذیرفته نمی‌شود.